تصور کنید فردی وجود دارد که نامش در بالای فهرست تروریست‌های تحت تعقیب آمریکا قرار دارد، اما حتی پیشرفته ترین سازمان اطلاعاتی جهان هم نمیتواند او را پیدا کند. مردی که روزی در کاخ سفید با رونالد ریگان دست می‌دهد و سالها بعد همان دست فرمان حملات مرگباری را امضا می‌کند که آمریکایی‌ها را هدف می‌گیرد. چگونه ممکن است کسی چنین تغییر مسیری دهد؟ جلال الدین حقانی شاید مرموزترین چهره تاریخ معاصر افغانستان باشد. مردی که در طول عمر خود چنان ماهرانه بین سایه ها حرکت کرد که تا پایان عمر تنها چند عکس معدود از او منتشر شد. او شبکه ایجاد کرد که به قدری قدرتمند بود که حتی طالبان نیز از اون حساب می بردند. در این ویدیو با استناد به گزارش‌های اطلاعاتی، مصاحبه‌های منتشر شده و تحلیل‌های کارشناسان به بررسی زندگی مردی می‌پردازیم که توانست نیم قرن در سایه‌ها زندگی کند بدون آنکه ردی از خود به جا بگذارد. این داستان واقعی مردی است که به استاد بقا در خطرناکترین منطقه جهان تبدیل شد. جلال الدین حقانی در سال 1318 در ولایت پکتیا در شرق افغانستان به دنیا آمد. او متعلق به قبیله زدران از قوم پشتون بود. قبیله‌ای که به جنگاوری و سرسختی شهرت داشت. پدر او زمیندار ثروتمندی بود که در میان قبیله نفوذ قابل توجهی داشت. برخلاف بسیاری از همسالانش، حقانی جوان تحصیلات مذهبی را دنبال کرد و در مدارس دینی سنتی در افغانستان و پاکستان آموزش دید. او تحصیلات خود را در مدرسه علوم اسلامی دارالعلوم حقانی در پاکستان با مدرک دکترا به پایان رساند و در سال 1349 لقب اجتهادی مولوی را در پیشاور پاکستان کسب کرد. نکته کمتر شناخته شده درباره حقانی این است که او پیش از آنکه یک فرمانده نظامی شود، یک فعال سیاسی و دینی بود. در دهه 1340 زمانی که افغانستان تحت حکومت پادشاهی بود، او به جنبش‌های اسلامی پیوست که خواستار ایجاد حکومت اسلامی بودند. پس از کودتای محمد داوود خان و تبعید محمد ظاهر شاه به ایتالیا در سال 1353، حقانی به دلیل متهم شدن به اقدام علیه دولت داوود خان به شهر میرانشاه پاکستان گریخت و از سال 1354 سازماندهی علیه دولت افغانستان را آغاز کرد. نقطه عطف زندگی حقانی کودتای کمونیستی حزب دموکراتیک خلق در سال 1357 در افغانستان بود. پس از این کودتا حقانی به حزب اسلامی افغانستان پیوست و به یکی از اولین رهبران مذهبی تبدیل شد که علیه رژیم کمونیستی دست به اسلحه برد. با تهاجم شوروی به افغانستان در دیماه 1358 حقانی به یکی از کلیدی ترین فرماندهان مجاهدین تبدیل شد. او کنترل مناطق استراتژیک در شرق افغانستان به ویژه مناطق مرزی با پاکستان را به دست گرفت. بر اساس اسناد منتشر شده، حقانی به سرعت توجه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA را جلب کرد. دلیل آن ساده بود. او یکی از مؤثرترین فرماندهان میدانی بود. در حالی که بسیاری از رهبران مجاهدین در پیشاور پاکستان زندگی می کردند، حقانی در داخل افغانستان ماند و از نزدیک عملیاتها را هدایت می کرد. حقانی چنان برای آمریکا ارزشمند بود که در سال 1364 با گروهی از مجاهدین به کاخ سفید دعوت شد و با رونالد ریگان دیدار کرد. حقانی بیشترین میزان کمک‌های مالی و تسلیحاتی را از سیا دریافت می‌کرد. طبق گزارش‌ها،
او به دلیل کارآمدی عملیاتی و وفاداری به اهداف تعیین شده ماهانه بیش از $200,000 کمک مستقیم دریافت می‌کرد. استیو کول، روزنامه‌نگار و نویسنده کتاب جنگ‌های شبح می‌نویسد: حقانی اولین فرمانده مجاهدین بود که موشک‌های استینگر را دریافت کرد، سلاحی که معادله جنگ را به نفع مجاهدین تغییر داد. این موشک‌ها بعدها به کابوس هلیکوپترهای شوروی تبدیل شدند. اما نکته کمتر شناخته شده اینجاست: حقانی همزمان روابط نزدیکی با سازمان اطلاعات پاکستان ISI نیز داشت. او به مهره‌ای کلیدی برای پاکستان تبدیل شد، رابطه‌ای که تا پایان عمر حفظ کرد. جلال الدین حقانی نزدیکترین فرد به ISI پاکستان بود. پس از خروج شوروی از افغانستان در سال 1367 حقانی برخلاف بسیاری از فرماندهان مجاهدین که درگیر جنگ‌های داخلی شدند، نفوذ خود را گسترش داد. او در منطقه زادگاهش در شرق افغانستان نوعی حکومت سایه ایجاد کرد. اما آنچه حقانی را از دیگر رهبران مجاهدین متمایز می‌کرد، تفکر استراتژیک او بود. او به جای تمرکز صرف بر جنگ، به دنبال ایجاد منابع درآمد پایدار بود. طبق تحقیقات کارشناسان، حقانی شبکه تجاری گسترده‌ای در خاورمیانه ایجاد کرد. او در کشورهای حاشیه خلیج فارس، به ویژه امارات متحده عربی، سرمایه‌گذاری‌های کلان داشت. حقانی شرکت‌های واردات و صادرات، املاک و مستغلات و حتی بازارهای مرزی را کنترل می‌کرد. این امپراتوری اقتصادی بعدها به پشتوانه مالی شبکه حقانی تبدیل شد. او میزبان هزاران داوطلب عرب بود که برای جنگ با شوروی به افغانستان آمده بودند. طبق گزارش جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل نظامی افغانستان، جلال الدین حقانی رابطه تنگاتنگی با عرب‌ها داشت. حتی همسر حقانی یک عرب اماراتی بود. در میان این داوطلبان عرب، فردی به نام اسامه بن لادن نیز حضور داشت، مردی که بعدها به متحد کلیدی حقانی تبدیل شد. این ارتباط نزدیک با بن لادن سالها بعد به یکی از دلایل اصلی دشمنی آمریکا با شبکه حقانی تبدیل شد. با ظهور طالبان در سال 1373 حقانی در موقعیت دشواری قرار گرفت. او که تا آن زمان استقلال عمل داشت، باید تصمیم می گرفت: مقاومت یا همراهی. بر اساس مصاحبه‌های انجام شده با معاونان سابق حقانی، او پس از محاسبات دقیق تصمیم به پیوستن به طالبان گرفت. این تصمیم استراتژیک بود. حقانی می‌دانست که مقاومت در برابر طالبان که از حمایت پاکستان برخوردار بودند دشوار است. پس از پیوستن به طالبان، حقانی به وزیر مرزها و امور قبایل در حکومت طالبان منصوب شد. اما نکته مهم اینجاست: او همچنان استقلال عمل خود را حفظ کرد. برخلاف دیگر فرماندهان که کاملا تابع ملا عمر شدند، حقانی همچنان امپراتوری خود را حفظ کرد. با این حال، وحید مژده، آگاه مسائل سیاسی، معتقد است که حقانی شخص تأثیرگذاری در تصمیم‌های طالبان نبود. در آن زمان کسانی بیشتر مطرح بودند که از آغاز تحریک با طالبان بودند. این وضعیت تا حملات 11 سپتامبر 2001 و تهاجم آمریکا به افغانستان ادامه داشت. پس از سقوط طالبان، بسیاری انتظار داشتند حقانی به دلیل روابط قدیمیش با آمریکا با دولت جدید افغانستان همکاری کند. طبق گزارش‌ها، مقامات آمریکایی حتی چندین بار با واسطه‌ها با حقانی تماس گرفتند. به او پیشنهاد پست وزارت در دولت جدید داده شد. اما حقانی این پیشنهادها را رد کرد و به مقاومت علیه نیروهای آمریکایی پیوست. چرا حقانی چنین تصمیمی گرفت؟ تحلیلگران دلایل متعددی ذکر می کنند: وفاداری به طالبان، فشار پاکستان و شاید مهمتر از همه، حس خیانت نسبت به آمریکا که پس از خروج شوروی افغانستان را به حال خود رها کرده بود.
پس از سال 1380 شبکه حقانی به یکی از مرگبارترین گروه‌های شورشی علیه نیروهای آمریکایی و دولت افغانستان تبدیل شد. آنچه این گروه را متمایز می‌کرد، توانایی آن در اجرای عملیات‌های پیچیده بود. بر اساس تحلیل‌های نظامی، شبکه حقانی مسئول برخی از پیچیده‌ترین حملات در کابل بود، از جمله حمله به سفارت آمریکا در سال 1390. آنچه سازمان‌های اطلاعاتی را شگفت زده کرد، پیچیدگی تاکتیکی این حملات بود. شبکه حقانی از روش‌های پیشرفته استفاده می‌کرد. بمب‌های کنترل از راه دور، حملات انتحاری هماهنگ و نفوذ در نیروهای امنیتی افغان. اما مهمتر از همه توانایی آنها در جمع‌آوری اطلاعات بود. شبکه حقانی یک سیستم اطلاعاتی موازی ایجاد کرده بود که حتی در درون دولت افغانستان نفوذ داشت. در سال 1396 شبکه حقانی مسئول یکی از مرگبارترین حملات در کابل شناخته شد که طی آن انفجار یک خودروی بمبگذاری شده به کشته شدن 150 نفر انجامید. اداره امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که این گروه عملیات خود را با همکاری و هماهنگی مستقیم دستگاه اطلاعاتی پاکستان انجام داده است. اما نکته حیرت انگیز این بود که حقانی حتی با تلاش گسترده آمریکا برای دستگیری یا کشتن او همچنان ناپدید بود. او چنان در سایه ها زندگی می کرد که حتی رسانه ها نمی دانستند زنده است یا مرده. بر اساس گفته جاوید کوهستانی، از سال 1386 به بعد رهبری این شبکه را سراج الدین حقانی که به نام خلیفه صاحب یاد می شود، یعنی جانشین پدرش، به توصیه پدر و خانواده‌اش بر عهده گرفت. این در حالی بود که جلال الدین حقانی به دلیل بیماری دیگر توان فعالیت نداشت. آنچه شبکه حقانی را واقعاً خطرناک می‌کرد، روابط گسترده آن با دیگر گروه‌های تروریستی بود. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، این شبکه پلی بین طالبان، القاعده و حتی گروه‌های افراطی در آسیای میانه بود. نکته جالب اینجاست که شبکه حقانی برخلاف طالبان که عمدتاً محدود به افغانستان بودند، یک شبکه فراملی بود. آنها در پاکستان، کشورهای عربی و حتی اروپا و آمریکا نفوذ داشتند. امپراتوری مالی حقانی از مرزهای افغانستان فراتر رفته بود. آنها در دبی املاک داشتند، در مالزی تجارت می کردند و حتی در بازارهای سهام سرمایه گذاری داشتند. این شبکه مالی پیچیده، ردیابی و مسدود کردن منابع مالی آنها را تقریباً غیر ممکن می کرد. اما آنچه واقعاً شبکه حقانی را قدرتمند می کرد، روابط آن با سازمان‌های اطلاعاتی منطقه بود. شواهد متعددی وجود دارد که نشان می دهد ISI از حقانی به عنوان اهرم فشار علیه افغانستان و هند استفاده می کرده است. مایک مالن، رئیس سابق ستاد مشترک ارتش آمریکا، در سال 1390 به صراحت شبکه حقانی را بازوی عملیاتی ISI توصیف کرد. ایالات متحده همواره پاکستان را به کمکاری در مقابله با شبکه حقانی متهم می کرد. دولت دونالد ترامپ حتی کمک‌های مالی و نظامی خود به اسلام آباد را به همین دلیل قطع کرد. واشنگتن می گفت دلیل تعلیق کمک‌ها این است که پاکستان به گروه‌های ستیزجو اجازه می دهد از خاک این کشور برای برنامه ریزی حملات تروریستی در افغانستان استفاده کنند. طبق اعلام گروه طالبان، جلال الدین حقانی در سال 1397 درگذشت. در بیانیه طالبان آمده بود او همانطور که در دوران جوانی و سلامتی سختی‌های بسیاری را در راه خدا به جان خرید، در سالهای آخر عمرش بیماری سخت و طولانی را تحمل کرد. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که او سالها قبل از اعلام رسمی مرگش از دنیا رفته بود.
جاوید کوهستانی میگوید احتمالاً مرگ جلال الدین حقانی سالهای پیشین اتفاق افتاده و آنها اکنون این قضیه را افشا کردند. به گفته وحید مژده، جلال الدین حقانی پس از سال 1384 دیگر به کار طالبان دخالت نداشت. او در آن زمان مریض بود و نمیتوانست کار کند. امروز با بازگشت طالبان به قدرت و نقش کلیدی شبکه حقانی در دولت جدید، میراث این مرد نامرئی بیش از هر زمان دیگری قابل مشاهده است. شبکه‌ای که او بنا نهاد همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد. یادآوری قدرتمندی از مردی که توانست نیم قرن در سایه‌ها زندگی کند و جهان را تغییر دهد. این پایان داستان ماست. مردی که در راه هدفش مسئول مرگ هزاران انسان بیگناه در افغانستان بود. شما چی فکر می‌کنید؟